فکر کنم نمبارونش بیشتره مردم کمتر بذارم تو خونه هم ازش لذت ببرم. امکانش هست آیا؟ خانم ورزشگاه ولی تو بارون آفتاب چی کار میکنی؟ هم بارون هم آفتاب و جالب شد. چقدرم گرمم شد. رفیقمه چطوری؟ خوبی؟ مال اصغر اکبری از مشهد 5 ساله از مشهد. آمدیم قهوه‌مون رو بخوریم. نمونه وضعیت بارون. سلام. چای چند چایی؟ یا یه چای 90. تو بارون فکر کنم نمبارونش بیشتره مردم کمتر اومده. خیس میشیم امروز. ها؟ امروز خیس میشیم. یکم آره امروز یکم خیسی داریم. این مسافرایی که اومدن بدبخت ها میشه تو دیدن کدام مسافر کو رفت هم که داشتیم گرفت. خب شما بفهم برین بشینیم ببینم جا پیدا میکنی حالا؟ من نشستم که باید برپا بایستی. نشستم که نبودیم برپا امروز برپا بخوریم قوام. خب نیمکت خودمون که خیسه امروز. نه خیسه ولی آب نمامون خویشی هنوز روشن. ها نگاه اونجا لبه باغچه خشکه. میخوای بریم اونجا؟ اونجا درخت سیاه. برو. خب یه جمع پیدا کردیم که خوش بود ولی نمیزد. آره بفهمین اشکالات شما. عجب هوایی شده. امروز جمعه است خیلی خلوته. چه بارونی هم اومده. بریم کیف میکنیم.
نه این قسمت گلاراییشه فکر میکنم. آره اینجا همش لاله بوده کندش نیستنش یکی اینم جشنواره گل بوده ولی ایناش خیلی خوشگله. اینقدر دوست دارم برای خودم چند تا انتخاب کنم ببرم خونمون تو حیاط خونمون. من دوست دارم گل خودم رو ببرم تو خونم ازش لذت ببرم. امکانش هست آیا؟ خیلی قشنگه رنگارنگ. من نمیدونم چرا انقدر عاشق چیزای رنگارنگم. با این قرمزش خیلی خوشگله. من قبلا داشتم قرمزش. آخه اینا رو چرا در بردن حیوونکی؟ آخ 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 گناه داره که بکارنش. ببینید من گل کاشتم باز نگینا دستمو بشورم با شبنم. چقدر قشنگه اینا رو ببین. خیلی خوشگله. اینجا رو ببین. برمک از پشت نیفتی. خانم ورزشکار ولی تو بارون آفتاب چی کار میکنی؟ هم بارون هم آفتاب جالب شد. چقدرم گرمم شد. بنفشه سفید اینا. آره بیاین جلوتر بیاین جلو اون روزا چیز لاله ها. الان میخوام بریم رو پل گل ها. چیز کن نه میخوام اینجا یه عکس بگیرم. امکانش نه عکس 3 در 4 یه عکس هنری با این صندلی رنگی. وای چه هوای من. برای این استاد میخوای برای کجا میخوای؟ یک دو سه. آره یک نمیتی ازت بگیرم. خودم بگیری اگه امکانش هست. یه دقیقه بخار بدی. الان داری چی کار میکنی؟ من نمیفهم. خودم هم نمیفهم. محمد میشه؟ آره داره میشه یا نمیشه؟ یک کوچولو گلدون گذاشته. کنم اینا همینجوری نظری گذاشتن تا گلدون. چی؟ چه خوشگله اینا. آره خیلی قشنگ. شریکشون من بردارم افتادم. داشتم به خاطر یه گل می افتادم. داشتم ممردم بره یه شاخ گل. خودم به کشتن ندارم. یک شاخ گل قدر ارزش نداره. بریم این طرف هم میتونیم بریم. بدون برده آره سمت
این سمت چپ. آره میدونی چیه؟ میخک. اینا میخکه؟ آره این بره ببینم. ما نرو همینجا عقب تو بغل یکی حواست بهم باشه. جلوه‌های ویژه برسیم. برم عکسش هم خراب کنم. الان اون ماهی اونجا چی کار میکنن وسط گلاب نظرت محمد؟ ماهی حبسینه. مثلا اون رودخانه یا نگاه یه چیز جالب پیدا کردم جان ما بیا رفیق صمیمی رو پیدا کنم یه لحظه دیدار من فقط فیلم میده هم غافلگیرش کنم محمد بیا صبر کن مثلا بیان از رو به رو بگیرن که بز کمی بیافته قشنگ غافلگیر رو بیان جان رفیقمه چطوری؟ خوبی؟ رفیق صمیمه ما دوران دبیرستانه چطوری نگه؟ نشستین رو پاش؟ اینقدر با هم صمیمیه جدی اسمش چیه؟ سبزک نه بقیه بچه مدرسه جان آره بریم عکس هم میخوایی اینجا بگیرم ازت؟ خوشگله ها؟ آره خونه هستن اینم مافیا و این برم قایق داره اینم پل روی قایق بود ها ماشاءالله نه اومدم تازه روی عجباز خانوم ماشاءالله عجبا حالشون توضیح بدین آجابا چند سالشون بود؟ فکر میکنم 100 سالشانه ولی دستشان لرزش نمیده هی اما خود از مشخانه تو گله عکس بگیره اگه گذاشتین؟ ولی خیلی قشنگه خیلی عکس بگیره ازش ول کن میخوام برم خودم قهر نه خودت قهر نرو بیا بریم
خب شما از کو برو لب قایق بش. راسته اینقدر نشین دیگه با اون چیز. تازه الان یادم اومد چه غلطی کردم. این گلای لاله همه سراش کنده شده. همش کنده شده، یعنی خیلی قشنگ. تموم شده دیگه. وای چرا بوی آبن آخه پرواز میکنن. کشتی بی ناخدا. بیا بریم ناخدا. چه سرنوشتی در انتظار منه. کفیف نشدم؟ نه چرا اینجا کشتی هاشون تون همه هم بی صاحب هم بی صاحب. دوستای جواز دادن دیوانه اسمشن. اینا چی هستن؟ اینا کلو چیه؟ من فکر کردم میمون. اینا آثار هنری کدوم هنرمند ناشناخته لامصب. خدای مهربون. اینا بالم داشتن فکر کنم بالاشو میکندن. با خدا چوب لازم داشتن. مال اصغر اکبری از مشهد 5 ساله از مشهد. آخه مثلا آمدن اثر هنری خلق کردن اسمش کلاقه ولی ما نمیدونم چرا رنگشان قهوه‌ایه. این هم که نکته داره حیوانات چرا باش کاری کردن. نقشش ناراحت رفتم خیلی. بهم برخورد کلاغای شهر ما این شکلیه. بریم دیگه نباید آقا بریم که آره باد سر من دستم یخ زد فکر میکنم خیلی سرد دیگه داریم برمیگردیم خونه. بریم به سوی صبحانه. آره بریم تازه صبحونه بزنیم. الله واقعا امروز خیلی گرسنم شده دیگه. خیلی تو خود پارک خیلی راه رفتیم. دور پارک هیچی تو خود پارک. کار خیرم که زیاد کردم امروز خیلی خسته رفتم. خسته رفتم انقدر که کار خیر میکنم. همچنان هوا ابری و بارندگی سردم شده. ببینیم چی میشه دیگه. خیلی گرسنم ساعت فکر میکنم 11 شد بودم اینقدر پارکمون طولانی شد. چه رنگی و چه بوی. دستم درد نکنه واقعا دست درد نکنه. خیلی برزد نکنه بهشو ببندم. امروز چه خواهی چیکار کنی؟ امروز میخواییم بریم جایی سرچی رشته‌زا سنخواه سالگرد.
توش دیگه دیگه بکنید. چه شده؟ برقی بشکنم.